8 فروردین 1317 مصادف با 28 مارس 1938 در خطه زیبای آذربایجان، اردبیل، محمد مقامی اصل چشم به جهان گشود. مادر او زری نیازی و پدرش سفر بود. او اولین فرزند خانواده نبود. شوکت و گلارا خواهرانی بودند که قبل از او به دنیا آمدند. اما به دلیل شرایط آن روزگار، هر فرزندی که پس از این دو خواهر به دنیا می آمد، قسمتش ماندن نبود. بنابراین قسمت محمد این شد که تنها فرزند پسر خانواده باشد و به همین دلیل در جمع خانواده و دوستان نزدیکش به محمد رسا معروف شد. در روز 28 مارس 1938 زاده شدم در شهرستان اردبیل. پدرم سفر و مادرم زری نام داشتند. 2 خواهر داشتم. بزرگه شوکت خانم بود، کوچیکم گلارا خانم، خدا رحمت شد. خودم رو در 4-5 سالگی شناختم. دیدم که اینطور که اطرافیان میگن جنگ جهانی دوم در بحبوحه جنگ و شهر ما توسط روس‌ها اشغال شده بود. من یادمه در سال 1324 که من 7 سالم بود، آذربایجان توسط فرقه دموکرات اشغال شد. ما تو کوچه یه همسایه داشتیم، یه خانومی بود که 2 بچه داشت. این خانم توی مغازه عرق فروشی یزدانی که در خیابون پهلوی اون زمان عرق فروشی بود به نام آقای یزدانی، اونجا گارسون بود و این عرق فروشی ها غذا مزا میداد و بالاخره اون زمان دیگه آزادی به تمام مطلق بود. زمان پهلوی بود دیگه، زمان پهلوی دوم هم. بعدش هم که من یه روز توی کوچه بازی میکردم، بچه ها برف زیادی هم اومده بود. یه بچه این خانومه داشت که خیلی شیطون بود و بالاخره اینا تفنگ‌های چوبی دستشون گرفته بودن و راه میرفتن. بعد میگفتن زنجان چایان کشملیک تهران سوون اشملیک، یعنی میخواستن این فرقه از آذربایجان هم پیشروی کنن بیان تهران هم بگیرن. منم یه بچه بودم که بالاخره زیاد پدر ما تو این فرقه مقره قاطی نبود. این فرقه هم هر محله‌ای بالاخره برای خودش یه جلساتی میذاشت. محله‌ای بود، یه استادی داشتن به نام صدر که میومد به مردم نطق میکرد و راهنماییشون میکرد چجوری بیان تو حزب مشارکت کنن، تو دموکرات، تو فرقه مشارکت کنن. نه، بابای من نمیرفت دنبال اینا. بابای من اهل مسجد و این حرفا. خب من این بچه رو که این شیطنت رو میکرد دعوام شد، اینو انداختمش تو این برف ها. لباس مخصوصی هم که پوشیده بود لباس فرقه‌ای بود. همه اینا گلی شد. بعد خلاصه دماغش هم خون اومد و بلند شد بچه گریه کنان رفت دنبال ننش، مادرش. یه دفعه دیدیم که با یه پلیس اومدن دم در خونه ما. خدا بیامرز مادر من از ترسش منو برد تو تنور غایب کرد. اومدن خونه رو گشتن و پلیسه و بعد دیدن که دنبال من میگشتن که منو بگیرن ببرن حالا تنبیه کنن چیکار کنن. خلاصه پیدام نکردن.
بعد مادر آورد منو بیرون، گفت چیکار کردی آقا تو چرا زدی این بچه؟ گفتم آقا میگفت زنجان شاهین کشملیوک تهران صبح نیشملیوک باید بره تهران و اینا تصرف. محمد تا چهارم ابتدایی در دبستان مقدس اردبیلی تحصیل کرد و به دلیل همزمانی با جنگ جهانی دوم و خاطرات تلخ از اشغال آذربایجان توسط فرقه دموکرات، خانواده تصمیم به مهاجرت می‌گیرد. او تحصیل ابتدایی خود را در دبستان هاتف تهران با مدیریت علی نخست ادامه می‌دهد. خدمتتون عرض کنم که سال 1330 وارد کلاس چهارم ابتدایی شدم در دبستان هاتف تهران، دبستان دولتی هاتف به مدیریت آقای علی نخست که مدیر بسیار با استعدادی بود و وارد کلاس شدم. با اینکه زبان فارسی هم هنوز اون حد کامل نشده بود، ولی استعداد فراگیریم بسیار خوب بود تا تونستم با کلاس در یه سطح قرار بگیرم و در ترم اول و دوم و سوم از ترم شاگرد اول شناخته شدم. سال پنجم در همین دبستان ادامه تحصیل دادم، اونجا شاگرد ممتاز شدم و سال بعد که می‌خواستیم به دبیرستان بریم، پدرم وقتی دید که من علاقه دارم که به دبیرستان برم، یه روز دست من گرفت، یه خود نصیحتم کرد، گفت پسرم درس خوندن زیادم، بالاخره درس همه جا میشه خوب، ولی یه حرفه و فن و یه کاسبی باید یاد بگیری که بتونی به زندگی کنی. من یه مقدار مقاومت کردم، گفتم بابا من میخوام درس بخونم، دیپلم بگیرم، دانشگاه برم. یه روز دست من گرفت، من برداشت برد جلوی دانشگاه تهران، یه لبو فروشی اونجا جلوی دانشگاه تهران لبو میفروخت، یه تابلویی هم با پارچه بالای چرخش زده بود، یه پریموسی روشن کرده بود و روش یه دیگی گذاشته بود، لبوها رو داد میزد رای لبو تنوری. به من گفت پسرم این تابلوی این لبو فروش رو بخون ببین چی نوشته. من خوندم، بهش گفتم که نوشته دیپلمه لبو فروش. گفت پسرم دیدی این دیپلم گرفته داره لبو فروشی میکنه، یه صنعتی، یه حرفه‌ای، یه شغلی باید یاد بگیری که دیگه دیپلم گرفتی لبو فروشی نکنی. گفتم چیکار کنم؟ گفت من راهنماییت میکنم، میبرمت شغلی که شما قبل از اینکه دیپلم بگیری یه شغل یاد بگیری. او در سال 1332 به توصیه پدرش در کلینیک دندانسازی به مدیریت آقای تقی‌زاده مشغول به آموزش و کار می شود و با جدیت و علاقه تحصیل خود را به صورت شبانه ادامه می دهد. یه روز صبح که من داشتم میرفتم کارگاه، دیدم دو تا از همکلاس‌های من که تو دبستان با من همکلاس بودن دارم میرن مدرسه، کتاب‌ها دستشون رو سلام علیک کردیم و اینا گفتن که کجایی تو، چرا نیومدی دبیرستان؟ گفتم والا من دارم کار میکنم. گفتن چی کار میکنی؟ گفتم دندونسازی یاد میگیرم. خلاصه یه خود با اینا ما صحبت کردیم و اینا جدا شدن رفتن دبیرستان. من راهی کارگاه شدم. وارد کارگاه شدم،
حالا نمیدونم قیافه من چجوری بود که این اصولایی که ما داشتیم آقای تقی‌زاده من گفت محمد آقا امروز چته؟ یه جوری هستی دعوات شده باشی طوری بالاخره قیافت یه جور دیگه نشون میده، عصبانی هست. گفتم والا راستش اینه که من داشتم می اومدم 2 تا از همکلاسامو دیدم که دارم میرن دبیرستان، با اینا صحبت کردیم و اینا من ناراحت شدم که اونا دارن درس میخونن، من از درس موندم امسال. این آقای تقی‌زاده شروع کرد من نصیحت کردن، گفت این واقعا نداری که تو هر موقع میتونی درس بخونی، الان هم میتونی درس بخونی. گفتم چجوری؟ گفت هیچی، الان کلاس هایی هست که شما میتونی بری 3 کلاس یکی بخونی و سیکل بگیری. گفتم سیکل چیه؟ گفت کلاس 9 رو بگیری. گفتم مگه میشه؟ گفت کار نشد نداره. من آدرس بهت میدم، شب از جایی که مرخصت میکنم ساعت 6 و 7 برو، بعد اونجا اسمتو بنویس، برو درس بخون، کلاسای شبانه هست. آدرسی به من داد، گفت میری خیابان شهاباد کوچه ظهیرالاسلام یه آموزشگاهی هست به نام خزائلی، برو اونجا اسمتو بنویس. رفتم این دبیرستان، اینا گفتن الان شهریه 3 ماه رو من بده تا اسمتو بنویسم. گفتم چقدر میشه؟ گفت 3 تومن 4000. بالاخره ما 3 تومن 4000 بهش دادیم و اسم رو نوشت و یه کارتی زد، مهر زد و داد دست ما. اومد بالاخره ما رو برد کلاس آقای پورفتی، تحویل آقای پورفتی داد، گفت این آقا رو دکتر سفارش کرده، یه صندلی هم من میارم میذارم تو کلاس بشینه درس. الغرض ما تو این کلاس پورفتی 6 ماه من شاگردش بودم که هر شب با میل و رغبتم میرفتم میشستم تو کلاس این. واقعا مطالبی که یاد گرفتم برای تا آخر عمرم برام کافی بود. واقعا استادی بود به تمام معنا در ریاضیات و خیلی مسائل ریاضی و بقیه مطالب رو من از این آقا یاد گرفتم. البته خب دبیران دیگری هم بودن برای درس‌های دیگه، واقعا همشون تو این آموزشگاه فکر می‌کنم که در اون سالها اولین آموزشگاهی بود که میتونست شبانه به جوانان بالاخره توفیق درس خواندن بده. جوانانی مثل من که مجبور بودن اونجا کار کنن و شب درس بخونن. سال 1335 اولین نقطه عطف زندگی او اتفاق می افتد. دختری به نام ملکه به زندگی او وارد می شود. ازدواج با دختر خالش ملکه برقی ایرانی نگاه و اندیشه او را به زندگی تغییر داد. پدر و مادر ما که افتادن به جون ما که ما چون پیر شدیم و کسی رو نداریم جز تو، بهتره که برای تو زن بگیریم. خیلی با من تلاش کردن، بعدم مادر ما اصرار داشته حتما من دختر خواهری دارم تو اردبیل، حتما برو دنبال اینو برش داریم بیاریم اینجا. ناگفته نباشم که 2-3 سال قبل از اینا که من جوان 15-16 سال بودم، یه سال یکی از بستگان ما پسرعمه من با خانمش داشتن میرفتن مسافرت. منم حوض کردم گفتم با اینا میرم مسافرت اردبیل، چون میخواستم برم فامیل خانمش رو ببینن اونجا. منم با اینا راهی شدم که برم اونجا خواهرم ببینم، چون خواهرم شوکت خانم تو اردبیل ساکن بودن و بچه هاشو ببینم و یه سری هم به خاله ما زدم. من موقعی که برمیگشتم از اردبیل رفتم خونه همین خاله که خداحافظی کنم.
این دخترخانه ما اون زمان 12 سال بیشتر نداشت. وقتی دید من دارم خداحافظی میکنم شروع کرد به گریه کردن و میگفت پسر خاله منم ببر تهران. اینه که این ته دل ما این مقدار گیر کرده بود. بالاخره وقتی ما پدر مادر بالاخره اینجوری به ما بند کردن که حتما باید 18 سال شده برای زن بگیریم، ناچار هم به رضایت دادم. گفتم خیلی حالا که میخوایم بالاخره برای زن بگیریم خب بریم. رفتیم بالاخره خواستگاری در اردبیل و چه مسائلی داشت و اینو حل شد. همونجا در محضری که از دوستان پدر ما بود بالاخره عقد ما رو خواندن. ما آوردیم تهران این عروس خانم رو. بعد یه جشن خیلی کوچکی که ماکسیموم 20 نفر باشن از فک فامیلی که در تهران داشتیم در همون منزل کوچولویی که داشتیم برگزار شد و ما صاحب زندگی شدیم. وقتی صاحب زندگی شدم به یه مسئولیت افتاد به گردن ما. پدر ما خیلی تلاش کرد که یه شغل اداری بر ما پیدا کنه. به همه فک فامیل و دوستانی که داشت سفارش کرد. آخر یه مسیری که داشتم میرفتم خیابون فردوسی رو همینطور داشتم میرفتم بالا دیدم یه جا نوشته با این صادرات نقشه خیابونی، خیابون سخت بود اونجا، دیدم تابلوی بانک صادرات هست. رفتم تو گفتم آقای رئیس کجاست؟ گفتن که میخوای چیکار کنی؟ گفتم که میخوام درخواست استخدام بدم. گفت درخواست استخدام اینجا نمیشه، اینجا شعبه است. اداره مرکزی ما خیابون کاخ توی بولوار. گفتم لطف کن آدرس برای من بده. آدرس نوشت و خلاصه ما از اونجا سوار اتوبوس شدم و رفتم تا بولوار رو خلاصه پیدا کردیم. اداره رو یه منزل مسکونی بود، نقشه 4 راهی. بالاخره رفتم تو دیدم که نوشته کارگزینی. رفتم اتاق کارگزینی در زدم دیدم که یه پیرمرد خیلی خوش‌اندام و نشسته. سلام کردم و بفرمایید امرتون چیه؟ من کاغذ رو بهش دادم. پاکت باز کرد و خوند و گفت پسرم ضامن داری؟ گفتم والا بالاخره من الان کسی ندارم ولی ضامن چی میخواین شما؟ گفت یه کسی که تو بانک ما حساب داشته باشه. فکر کردم خیلی پیدا میکنم. گفتم که گفت اگر ضامن داشته باشی اگه امروز ضامنت بیاد گواهی امضا کنه شما رو تایید بکنه ما استخدامت میکنیم. من از اونجا اومدم بیرون خوشحال. اومدم پیش پدر. از پدرم خواستم که یه همچین موضوع یه ضامنی که تو بانک صادرات حساب داشته باشه میخوام. پدر منم یه خودی فکر کرد گفت آره من یکی از دوستان من تو بازار تاجر چاییه، حتما این حساب داره. خلاصه من برداشت سوار اتوبوس شدیم رفتیم بازار رو این آقا رو پیدا کرد و بهش گفت آره این پسرم میخواد تو بانک صادرات استخدام بشه، شما حساب داری تو بانک؟ گفت آره من اصلا با بانک صادرات کار میکنم. گفت پس اینو تایید کنیم پسر من استخدام بشه. گفت چشم و برداشت یه نامه نوشت امضا کرد ما رو تایید کرد. گفتش به بعد پس شعبه بازار که من حساب دارم اینا تایید امضا بگیر. من بردم اونجا شعبه بازار گفتم تایید امضا کجاست و بالاخره پیدا کردم و بازی گرفتن و مهر زدن امضاش تایید کردم. من اینو برداشتم بردم همون کارگزینی بانک صادرات. آقای رئیس خیلی از ما بالاخره استقبال کرد و حال کردم تو پسر زرنگی هستی، تو رو میخوام بفرستم شعبه بازار. خلاصه یه حکمی من زدن و
ما شدیم کارمند بانک‌سادات در شعبه بازار. محمد بعد از 3 سال کار در بانک صادرات با کسب رتبه 16 کنکور در آموزشگاه عالی وزارت اقتصاد و دارایی مشغول به تحصیل گردید و پس از اتمام تحصیل در سال 1344 به عنوان سرپرست امور عمومی وزارت اقتصاد و دارایی مشغول به کار شد. او به مدت 15 سال در اداره دارایی کار کرد و در این مدت با اشتیاقی که به تحصیل داشت مقطع فوق لیسانس خود را در رشته حقوق از دانشکده بازرگانی دانشگاه ملی اخذ نمود و بعد از تصویب قانون بازنشستگی کارمندان دولت با 15 سال سابقه در سال 1359 خود را بازنشسته نمود و وارد عرصه کارآفرینی تا آخرین لحظه عمر خود گردید. محمد مقامی اصل در جامعه داروسازی، کشاورزی، صنعتی و حسابداری شهره بود و به دلیل نگاه و اندیشه انسانیش همواره به فکر کارآفرینی، تولید و اشتغالزایی بود. از جمله مراکزی که وی در تأسیس یا توسعه آنها مشارکت داشته میتوان به داروسازی راموفارمین، داروسازی جالینوس، قارچ فرشاد و کشت و صنعت فردای سبز و بسیاری مراکز کارآفرینی دیگر اشاره کرد. شیرینی زندگی او و همسرش پس از 12 سال انتظار با تولد فرشید در سال 1347 دو چندان شد. از او 8 فرزند به یادگار مانده: فرشید، فرشاد، فرزانه، فرهاد، فرید، فرهناز، نسیم و بهار. شدن در تو برام نهایته، نیاز تو چراغ خونه منه، هر جا باشی چراغ خونت روشنه، یادت باشه حتی اگه من نباشم یکی تو رو تو خونه فریاد میزنه. شراب خرابش
همیشه سوسو میزنه. حرفای من زمزمه یه خواهشه، نه التماس نه خواهشه نوازشه، فقط تویی حرف همه وجود من، وقت دعا زمزمه سجود من. حتی اگه من نباشم چراغش تو خونمون، تا تو بیای همیشه سوسو میزنه. نیاز تو چراغ خونه منه، هر جا باشی چراغ خونت روشنه. یادت باشه حتی اگه من نباشم یک